بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدا. سلام بر شما بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا، به ویژه برنامه امشب با موضوع شورای عالی جوانان با من نقیب عظیمی خوش آمدید. در برنامه امشب ما روی شورای عالی جوانان و موضوع بحثی که در برنامه امشب گنجانیده شده بحث و گفتگو خواهیم کرد که شورای عالی جوانان در این اواخر به تأسیس از ماده 64 قانون اساسی افغانستان و فرمان شماره 83 مقام عالی ریاست جمهوری به منظور سهیم ساختن جوانان در بخش‌ها و ابعاد مختلف جامعه به منظور مشورت دهی به مقامات و همچنین در پروسه های اقتصادی، سیاسی و ملی کشور بخواهند جوانان را بیشتر سهم بدن، بر آن شد دولت افغانستان و به خصوص حکومت افغانستان که شورای عالی را تحت نام شورای عالی جوانان ایجاد بکنند تا از این طریق زمینه بهتر و آسانتر به خاطر ارائه مشوره ها از طرف جوانان به حکومت مرکزی در ابعاد مختلف صورت بگیره. و ما در ویژه برنامه امشب خواستیم تا موضوع مطروحه امشب را به بحث بگیریم و انعکاس بدیم که این شورا به چه منظور ایجاد شده، در کدام استقامت فعالیت میکنه و ای که اعضایی که در این شورا انتخاب میشن بر اساس کدام معیارها انتخاب شده و چه فعالیت‌هایی را انجام میدن و تأثیر این شوراها در کنار نهادهای جامعه مدنی و همچنین پارلمان جوانان چه بوده میتونه. ما این سوالات را و سوالات از این قبیل را در ویژه برنامه امشب پاسخ خواهیم داد و با حضور مهمانانی که در برنامه ما هستند. محترم حمیدالله کریمی نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ که حضور به هم رسانیدند، همچنین جناب محترم استاد عبدالهادی بیدار کارشناس برنامه که برای بحث بیشتر با ما خواهند بود و محترم ثریا محمدی یک تن از کاندیداهای شورای عالی جوانان از ولایت نیمروز، محترم محمد محمدی یک تن دیگر از کاندیداها، محترم عنایت الله نوابی، محترم انجینیر عبدالحی شیرزاد و محترم وحید سروری از جمله کاندیداهایی هستند که در ویژه برنامه امشب با ما خواهند بود. بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا، باز هم شما را به برنامه امشب به خصوص خوش آمدید میگیم. ما طوری که در استودیو مشاهده میکنید تعدادی از کاندیداها و کارشناس و مهمان به خصوص برنامه در برنامه امشب حضور دارند و همچنین تعدادی از اشتراک کنندگان ما جوانان و ریش سفیدان و کسانی که من حیث شهروند در این ولایت زندگی میکنند به خاطر اینکه بیان برنامه را از نزدیک تماشا بکنند در استودیو حضور دارند و شهروندان میتونند به خاطر بحث و گفتگوی بیشتر در جریان برنامه سوالاتشان را یادداشت بکنند و از کاندیداهای مشخصی که در پنل حضور دارند سوالاتشان را مطرح بکنند. به خاطر اینکه آغازگر برنامه باشیم پیش یک وقفه و میان برنامه کوتاه میگیریم، مجددا برمیگردیم. بیننده و شنونده برنامه امشب باشید. سلام مجدد خدمت شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا. به ویژه برنامه امشب باز هم خوش آمدید و امیدواریم که تا لحظات آخر با ما در برنامه امشب همراه باشین. ما سوال اول برنامه را مطرح میکنیم از آقای کریمی نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ تا به ما وضاحت بدن در مورد شورای عالی جوانانی که این تصمیم چگونه توسط حکومت گرفته شد و در کل در خصوص شورای عالی جوانان میخوایم از شما نماینده ریاست اطلاعات فرهنگ که تدوینگر و برنامه ریزی همچین پروگرامی بودین به خاطر کاندیداها بیشتر وضاحت بده. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حاضرین در تالار، بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون برنا.
همچنان عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب استاد بیدار و کاندیدای محترم که حضور دارند. شما شاید معلومات داشته باشید شورای جوانان یا شورای عالی جوانان سالها قبل در چوکات معینیت امور جوانان فعالیت داشتند و کاملا یک شورای مشوره‌ده و رضاکار بودند و همه سال جلسات و نشست‌های در مرکز و در ولایات داشتند که سالانه و 6 ماه یک بار در مرکز شورای عالی جوانان تدویر جلسه می و روی مشکلات مختلف جوانان در سراسر کشور بحث صورت می گیرد در جلسه و همچنان در قسمت جوانان طرح‌ها و پالیسی های ترتیب و تدوین می گردید و همچنان از طرف ولایات به اجرا در می آمد. متاسفانه در سال تقریبا 92-93 منحل گردید و نظر به بعض مشکلاتی که در مرکز وجود داشت و همچنان مؤسساتی که باید حمایت میکردند یا انجیوهایی که حمایت میکردند حمایت خود را گرفتند، بنابراین جوانان یا اعضای شورای عالی جوانان دیگر نتانستند که در مرکز تجمع بکنند و روی پالیسی ها و مشکلات جوانان بحث و گفتگو بکنند تا اینکه مدت قبل یعنی تقریبا سال 95 روی طرح دیگه کار صورت گرفت و طرح و پالیسی تحت نام پالیسی ملی جوانان روی از او کار صورت می گرفت و به چاپ رسید و نشر شد. فعلا از طریق پالیسی ملی جوانان و استراتژی که تدوین یافت فعالیت ها صورت می گیرد در سراسر کشور. بله. بعد از او پروسه دیگه روی دست گرفته شد به نام پارلمان جوانان بارز معذرت تحت نام پارلمان جوانان و پارلمان جوانان هم یک پروسه بود و حمایتگر جوانان و همچنان میخواست که جوانان در سراسر کشور در برنامه‌های مهم و اساسی در بخش‌های مختلف اشتراک داشته باشند، حتی در تصمیم گیری ها شامل باشند، هم از طبقه ذکور و هم از اناس اقشار مختلفی بودند و بسیار یک پروسه موفقی بود در ابتدا، اما اخیرا نیز به مشکلات مواجه شد. یعنی فعلا برحال هست و برحال هست در بعض ولایت‌ها فعالیت دارند، در بعض ولایت‌ها فعالیتشان ضعیف شده و یک پروسه بود و یک برنامه کاملا کسایی که عضویت این پروسه را داشتن یا پارلمان جوانان را دارند، چون یک برنامه آموزشی بود، کاملا آموزشی، اینا همکار با مدیریت ها و امریت های جوانان بودن و در سطح مرکزی همکار معینیت جوانان، تا اینکه شورای عالی جوانان بر اساس صحبت ها و بر اساس پیگیری های مکرر جوانان در سطح مرکز و ولایات و بر اساس پیشنهاداتی که داشتند شورای عالی جوانان تشکیل شد و قبل از او رئیس جمهور کشور وعده دادند که در راستای جوانان فعالیت های داشته باشند و چون جوانان اکثریت نفوس کشور را تشکیل میدهند، بنابراین ستون فقرات کشور هستند و رئیس جمهور میخواست که از طریق شورای عالی جوانان به جوانای دیگر خدمت بکنه و از این طریق میخواست که جوانان را سهیم بکنه در مشارکت ملی در تصمیم گیری ها و در حکومت و برنامه ها و پروژه های مهم در سطح کشور. تشکر. و شورای عالی جوانان در حال شکل گرفتن هست. بله، بسیار خوب، تشکر. جناب استاد، سوال بعدی را از شما مطرح میکنیم که طوری که آقای کریمی صحبت کردن قبلا هم همچین تشکیلات وجود داشته، اما بنابر دلایل فعلا اون اندازه فعالیت و تداوم فعالیت خود را نتونستن که روی کار بگیرن. ما در کنار فعالین مدنی و پارلمان جوانان همچین شورایی را فعلا میبینیم که بحث کاندیداها مطرح میشن و منتخب میشن. به نظر شما
تا چه حد میتونن همچین پروسه های مثل شورای عالی جوانان تاثیرگذار باشه بر روند اجراات ادارات دولتی، بر تصمیم گیری های در سطح کلان؟ میخوایم بیشتر در رابطه صحبت بکنید از موثریت شورای عالی جوانان. تشکر. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون، حضار گرانقدر، شخصیت های بزرگ و بزرگواری که تشریف آورده، دوست و رفیق عزیزم آقای کریمی، کاندیداهای جوان، خدمت همه شما سلام و ادب و احترام تقدیم میکنم و بسیار خوشحال هستم که ما امشب در یک برنامه زنده نشستیم و با مدیریت و رهبری بسیار خوب مسئولین تلویزیون برنا ما انعکاس دهنده یک روند سیاسی در بخش جوانان هستیم که بسیار قابل ارزش است و بر ما بسیار قابل ستایش و قابل قدر است. ما از رهبری تلویزیون برنا تشکر میکنم. زمینه را برای انعکاس استعدادهای جوانان برای جامعه نشان میده. در این عرصه در این بره بسیار مهم است این نقطه که شما بتانین استعدادهای کاندیداها را به تصویر بکشین تا فردا کسایی که پای صندوق رأی اینا میره بتانه انتخاب درست داشته باشه و تشخیص درست داشته باشه. در رابطه به این که شورای عالی جوانان در کنار خیلی از نهادهای دیگه که در بخش جوانان است در سطح ملی و در سطح ولایات چه تاثیر میتونه داشته باشه، بدون شک ایجاد چنین نهاد بزرگ در سطح ملی میتونه مفید واقع شود و میتونه برای جوانان حداقل یک انگیزه باشه. اما با توجه به شناختی که ما شما از کشور خود داریم و از فعالیت ها و حرکت های سیاسی داریم، من دو حالت ناگزیر هستم که پیش بین شوم در رابطه با شورای عالی جوانان. شورای عالی جوانان میتونه که یک نهاد نمادین و نمایشی باشه و یک تعداد جوانان خام و کم تجربه را در از او جای داده و در فردای کارزارهای سیاسی از اونا به عنوان ابزار استفاده شد که ما آرزو میکنیم که چنین نباشه. جهت مثبت از این است که شورای عالی جوانان میتونه نقش جوانان در کارزارها و در بازار سیاست آینده افغانستان برجسته بسازه. میتونه میدان باشه برای جولان استعدادها و توانمندیهای جوانانی که در لایه‌های اجتماعی فراموش شده و پنهان مانده. میتونه این فضای مناسب باشه برای برجسته ساختن استعدادهای مختلف در گوشه و کنار افغانستان. این دید مثبت است. ما امیدوار هستیم که چنین شورای در سطح کشور ایجاد شود. اما ملاحظه‌ای که من دارم در قسمت ساختار و روش انتخابات این است که یک جفایی که همیشه به حق ولایات دوردست، ولایات درجه 2 و درجه 3 صورت میگیره، آقای عظیمی، بحث زون است. ما همه چیز از دریچه زون به تصویر میکشیم. ما خیلی از انتخابات همیشه با یک محاسبه به مقیاس زون انجام میدیم. وقتی که بحث زون میشه، طبعا هر نماینده‌ای که از زون میره او عضو جامعه یکی از ولایت هاست. ما متاسفانه مثال های دیگه هم داره. من خودم آمر تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت نیمروز هستم. در بخش خود تعلیمات تکنیکی زونبندی شده متاسفانه. هر زمان که کنفرانس های بزرگ صورت میگیره یا برنامه های خاص صورت میگیره، نماینده زون از یک ولایت میره و به نمایندگی از همه ولایات زون اونجا بحث میکنه و گفتگو میکنه، تلاش میکنه، کار میکنه، که متاسفانه یک قاعده شده که او کسی که مثلا از ولایت هرات میره به نمایندگی از کل زون، در قدم اول هرات بر از او اولویت داره. نیمروز، فرا، بادغیس و دیگه اونا فراموش شده در رده‌های چند. از اون لحاظ انتخاب بر اساس زون یک جفا است به حق ولایت دیگه. ما دوست دارم و جوانای عزیز ما خواستار عزیز است که در چنین ساختارها باید هر ولایت سهم مشخص خود داشته باشه. هر ولایت
به خصوص ولایت نیمروز که نیمروز افغانستان کوچک است، یک جامعه متنوع و با رنگ‌های چندان. افغانستان در اینجا جوانان هست، جوانایی هستند که سرشار از استعداد و توانایی. برنامه هم در حال گذر هست و ما برای کاندیداها فرصت خواهیم داد. ای که شرایط پذیرش کاندیداها چی هست؟ بر اساس کدام معیارها و شرایط اینا پذیرفته میشن من حیث اعضای شورای عالی جوانان؟ شورای عالی جوانان در قدم اول به خاطر تشکیل خود شورا یک طرز العمل در قسمت چگونگی انتخابات از او تدوین یافته و مدت قبل از تمام ولایات جوانان نخبه، فعالین مدنی و از نهادهای مختلف جوانان خواسته شد و به مرکز روی موضوع کار شده. مدت تقریبا یک هفته کار شد و بعد از او به ولایت تکثیر گردید که شرایط کاندیدا را در او مشخص کرده و همچنان شرایط رای دهندگان را نیز مشخص نموده است. کاندیدان که کسانی که شرایط طبق امو طرز العمل را داشته باشند میتوانند که هم رای بدن و هم کاندید شوند. حالا سن را مطرح کرده، تحصیلات را مطرح کرده، ولایت را البته محل سکونت را مطرح کرده. بعض موارد دیگر هست که اول سن از او باید از 25 تا 35 سال باشه، پایینتر از 25 و بزرگتر از 35 سال نمیتونه خود کاندید بکنه. تحصیلات حداقل لیسانس باشه و حداقل 3 سال تجربه کاری در نهادهای مدنی، در بخش‌های اجتماعی، در بخش‌های رضاکارانه داشته باشه و فعالیت نموده باشه و سکونت در ولایت را داشته باشه که بتونه خود کاندید بکنه. این شرایطی است که یک کاندیدا میتونه داشته باشه. آیا سهمیه بندی هم شده که یک ولایت به نسبت ولایت دیگر میتونه تعداد کاندیداهای بیشتری داشته باشه؟ خیر، هر ولایت میتونه که 2 نفر داشته باشه. البته پروسه طوری است که از ولسوالی ها 2 نفر را پیدا میکنه بر اساس همون انتخاباتی که داره. به مرکز ولایت معرفی میشه 2 نفر، 1 نفر مرد و 1 نفر از طبقه اوناس هست که در ولایت نیمروز 5 ولسوالی 10 نفر میشه، 2 نفر از مرکز 12 نفر میشه و بعد انتخابات دوم صورت میگیره بین 12 نفر که 2 نفر را پیدا میکنه به زون. البته زون طوری هست که تحت رهبری مشاورین ارشد رئیس جمهور و معین صاحب جوانان هست، در بخش ورزشی هستند، کسای دیگر هستند عضویت او کمیته را دارند که انتخابات زون یا بخش بادی را پیش میبرند. اما از تمام ولایت 2 نفر معرفی میشه از طبقه ذکور و از طبقه اناث که از 34 ولایت 68 نفر میشه. بعد از 68 نفر 16 نفر، یعنی از 8 زون 2 نفر انتخاب میشه که شورای عالی جوانان را تشکیل میده. تشکر آقای کریمی از صحبت‌های شما. و شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا، ما در این قسمت از برنامه صحبت‌ها و بیانات کاندیداهای محترم را خواهیم شنید از شورای عالی جوانان که اونا بیان در خصوص اهداف و پلان‌هایی که دارند در آینده. به خاطر این اهداف و پلان‌ها به مدت 5 دقیقه برای اینا فرصت داده میشه تا با استفاده از این فرصت اینا بتونن اهداف و پلان‌هایشان را مطرح بکنن. بنابراین تقاضا میکنیم از همکاران گرامی ما که در این قسمت مایک را در اختیار کاندیداها قرار بدن و کاندیداها پشت استیج قرار میگیرند و به دفاعیه میپردازند. در ابتدا شروع میکنیم به ترتیب از طرف کاندیداها. از طرف چپ محترم وحید سروری، یکی از کاندیداهایی که در شورای عالی جوانان نامزد شدن یا ای که رفتن در اونجا به خاطری که عضویت شورای عالی جوانان را بگیرن، از ایشان تقاضا میکنیم که به خاطر اهداف پلان ها و مسائل دیگه بحث بکنیم. مایکا را میشه که شما روشن بکنید؟ بله، بسیار خوب. آقای سروری، 5 دقیقه شما را ما
سر از امیال محاسبه میکنیم، شما میتونید شروع بکنید. استاد نهایت گرامی بیدار صاحب و کریمی صاحب و همچنان کاندیدای محترم و شبکه و بینندگان نهایت گرامی، این جانب وحید سروری هستم، فرزند استاد محمد سروری و یکی فارغ تحصیل سامانزه ساینس ولایت هرات و یکی از کاندیدهای شورای عالی جوانان. سوال در کل در رابطه با اهدافی که می‌خواید در آینده روز کار خب میبینید وقتی ما در یک جامعه زندگی میکنیم جامعه از خاص طیف‌های مختلفی در این جامعه زندگی میکند که میتوانیم جوانها را یکی از طیف‌های بزرگ و قوی جامعه و قوه متحرک این جامعه تلقی کنیم. اهداف ما مبنی بر از اهداف ما خیلی به حساب هستم، منتها به خاطر که وقت کم است میتونیم یک چند تیر به خانه بگیریم که یکی انسجام جوانان است و متاسفانه در جامعه خود میبینیم که کتله ها پراکنده وجود دارد و ما میخواهیم همین کتله های پراکنده از جوانان را با هم انسجام دهیم و دومی دادخواهی برای جوانان. ما کوشش میکنیم که توسط جوانای با کمک جوانا که با هم دیگه به یک نقطه وصل شده به شکل یکجا و یک صدا دادخواهی کنیم. فرق نمیکنه در چه حصه‌هایی باشد، صحت باشد، تعلیم و تربیه باشد، ورزش باشد، تحصیل باشد، تقرری باشد، میتونه به هم دیگه یک صدا دادخواهی کنیم. خب یکی دیگه هم است رساندن مشکلات جوانان به حکومت محلی و مرکزی. یکی از اهداف ایجاد همین شورای جوانان همین می باشد که جوانان بیایند در ساختار حکومت سهم بگیرد و همچنان مشکلات به سهم مسئولین برسانیم. ما کوشش میکنیم در این بخش قوی باشیم و وعده زیاد نمی دهیم. ایجاد شورا همین چیزها را به حساب در ایجاد شورا همین چیزها را میبینیم. خب یکی دیگه هم نقطه اتصال جوانان بین به حساب وکلا، جوانان و وکلا. خب ما میتونه نقطه اتصال بین این جوانا باشه و امی کتله یک جا شده. ببخشید ما سعی میکنیم نقطه وصلی بین جوانان و وکلا باشیم. فرقی نمی کند که شورای ولایتی باشد، سناتور صاحب ها باشد، وکلای پارلمان باشد و هم اگر کامیاب شویم جدا تقاضا داریم که به صورت به خاص جوانان احترام قائل شوند. مایکا نزدیک باشیم. صحبت های شما تمام شد؟ بله بسیار خوب. تشکر آقای وحید سروری. یک 30 ثانیه فرصت دارین اگر خلاصه کدام گپ دیگری هم داریم در خدمت شما هستیم. در غیر صورت دیگه ما به خاطر که گفتیم وقت کم چیزا چک کردیم. بسیار خوب. سپاسگزارم از شما آقای وحید سروری، یک تن از کاندیداها. شنوندگان گرامی نوبت را می سپاریم به آقای انجینر عبدالحی شیرزاد که تشریف بیارن و صحبت هایشان را مختصرا در قالب 5 دقیقه خدمت شما ارائه کنند. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من ابدع الافلاك ومن كان نبيا ورسول وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه
و نور هرشی حضرت مولانا و مولا الثقلین ابی قاسم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. با عرض سلام و حرمت خدمت دوستان گرامی، استاد نهایت گرامی بیدار صاحب، کریمی صاحب و جناب عظیمی صاحب و حضار حاضر در تالار و بینندگان محترمی که همکنون از طریق برنامه تعقیب میکنم، مرا سلام و عرض ادب خدمت همه شما. این جناب عبدالحی شیرزاد متولد سال 1372 در ولایت نیمروز، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران و از بین سالهای 2011 تا 2012 در ولایت نیمروز در بخش و مؤسسات متعددی که از طرف سازمان ملل و دیگه نهادهای همکار با سازمان ملل بود داخل نیمروز فعالیت داشتیم و بعد از سال 2012 تا سال 2015 در قسمت بانک از طرف وزارت مالیه 3 سال به حیث ناظر داخل نیمروز فعالیت داشتیم. بعد از سال 2015 بین سالهای 2017 تا 2020 به حیث مسئول حالت اضطرار بخش مؤسسه UNFPA داخل هرات و WFP پروژه‌های متعددی در سطح زون غرب هرات، غور، بادغیس، فرا از حمل یعنی جنوری 2020 نیمروز آمدیم و فعالیتی کوتاه همراه ریاست معارف در بخش خدمات انجینری داشتیم و بعد از او همراه مؤسسه وزارت زراعت در بخش توسعه خدمات زراعتی و ایجاد ذخیره‌خانه‌های پیاز داخل نیمروز فعالیت‌های داشتیم. معرفی مختصر و خیلی تندی بنابر زمان کمی که بود خدمت دوستان عزیز برمیگردیم سر اهداف. یک نکته باید واضح بکنیم که شورای جوانان یک نهادی نیست که قوه اجراییه باشه. ما هستیم تا مشکلات، نواقص، کمبودی‌ها، کاستی‌ها و چیزایی که داخل جامعه هست باید کشف بکنیم، همراه مردم بشینیم، همراه اقشار مختلف مردم بشینیم، این موضوعات رو باید پیدا بکنیم در صورتی که و این موضوعات یک پل ارتباطی باشیم بین حکومت محلی و مردم، بین مردم و مرکز. هدف کلی شورایی است و در قالب مشوره‌دهی کار میکنه. موضوع دوم که حکومت چرا در کنار شورای جوانان در پالیسی ملی را هم داشت، حکومت پالیسی ملی جوانان که سال 1395 بعد داخل افغانستان اجرایی شد، نیاز از این چی بود؟ سال 2019 احصایه مرکزی ایالات متحده یک سروی داشت داخل افغانستان از طریق UN که نفوس بالغ بر 66.7% نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده. 63.7% نفوس جوان نفوسی که وقتی جوان تشکیل میده، خب مستلزم است که بیشترین توجه رو باید به عمیقش بکنیم و این خیلی یک نکته مثبتی از داخل به افغانستان. ما جوانترین کشور داخل خاورمیانه هستیم با این ترکیب نفوس. درست مشکلات امنیتی است، موضوعات دیگه هست. حکومت به این موضوع پی برده که باید اینی جوانان رو به تحرک در بیاره، از اینا استفاده بکنیم، اینا چطور هدایت بکنیم. اینی مباحثی است که روی از او کار میکنیم. مشکلات عمده جوانان که باید به توجه بشه، این نیاز داره موشکافی بشه. در رابطه بازی باید بیشتر بررسی بکنیم. نمیشه که به صورت اجمالی بیایم بگیم این موضوع میگذاریم. مشکلات عمده‌ای که در پالیسی ملی جوانان که بعد از 1395 به همکاری چند وزارت در حال اجرا بود، اونا از لحاظ اقتصادی و موضوعات دیگر مطرح کرد و مهارت‌هایی که لازم بود اونجا پروگرام‌هایی داشت، ولی مشکلات عمده و متعددی که جوانان ما با او در سطح محلی، در سطح مناطق کوچکتر، در سطح ولایت‌ها، در سطح ولسوالی‌ها، در سطح قریه‌ها، هدفی است که نیر باید کشف بکنیم. چه کار بکنیم که با توجه به گفتی که استاد زد که شورای جوانان شورای کارآمدی باشه و اینمی جوانانی که قراره که انتخاب بشه از سطح ولسوالی بیه و همون پتانسیل بالقوه‌ای که کشف نشده او بیا استفاده بکنه. موضوع مهم که حکومت شیرزادی تشکر از شما. یک بحث کلی داریم از این مثال. وقت شما آقای شیرزادی تمام هست. انشالله در قالب 5 دقیقه ما به شما فرصت دادیم، چون
چون بس کلا مدیریت برنامه طوری هست که در قالب 5 دقیقه ما صحبت های شما را خواهیم شنید. شنوندگان گرامی و بینندگان عزیز، طوری که شما برنامه را مشاهده میکنید، ما در جریان برنامه صحبت های تک تک از کسانی که من حیث کاندیدا در شورای عالی جوانان هستند را میخواهیم بشنویم و اهداف و پلان هایی که دارند و معرفی مختصری که خود را میکنند بر اساس اون معیارهایی که انتخاب میشن. و به خاطری که یادآور بشم، ما در جریان برنامه سوالاتی هم خواهیم داشت از اشتراک کنندگان در استودیو که پیرامون موضوع مطروحه امشب در قالب موضوع سوال داشته باشند. از هر یک از کاندیداهایی که در اینجا حضور دارند میتونن سوالاتشان را یادداشت بکنند و مختصرا و به شکل خلاصه سوالشان را یادداشت بکنند. از هر یک از مهمانان برنامه سوالاتشان را بپرسند تا که مهمانان بتونن در این خصوص پاسخهای ارائه بدارن. بنابراین باز هم وقت را می سپاریم و تریبون را می سپاریم با آقای دکتر عنایت الله نوابی که به جایگاه تشریف بیارند و صحبت‌هایشان را شروع بکنند. دستر واکمن پاک او سپیڅلي نامه در هر څه وړاندې د ځوانانو مسؤل په اطلاعات کلتور ریاست کې جناب بلوچ صاحب حمید الله بلوچ او همداسې استاد محترم او ناست میلمانه او همداسې ټول کاندید صاحبان. ډاکټر عنایت الله نوابي یم. 3 کاله مې زده کړي د 12 ټولګي نه وروسته په ټکنالوژي برخه کړي د هېواد څخه بهر، او بیا مې په کابل کې طب پوهنتون لوستی دی او برحاله دلته په نیمروز کې اوسېږم. د 1909 کاله څخه د ځوانانو سره برحاله په سانه کې لوبېږم، مبارزه کوم. تر ډېره بریده د ځوانانو د ستونزو څخه مې په ټولنه کې ځان خبر کړی او همداسې د ځوانانو سره په ګډه مو په ټولنه کې مبارزه کړې. د پیر روښانه ادبي او کلتوري ټولنې د تهداب ګزارو څخه ومه 1 کال په موده کې د هغه ټولنې ویان او بیا وروسته د هغې ټولنې اجرایي رئیس. په کابل کې د لویدیځ ځوانانو استازی تیر سوی یم، د عامه اړیکو مسؤل تیر سوی یم، د یو شخصي پوهنتون 6 کاله د فاکولټي په دوران کې مې استازي کړې ده د طب څانګه کې، او همچنان د هماغه پوهنتون د ځوانانو اتحادي بنسټ هم پرېښی دی تر ډېره بریده. د هماغه پوهنتون چې د ټولو ولایتو ځوانان په هغه کې برخمن وو، هلته لیک لوست کوئ، د هغو سره په یوه ټولنه کې او د هغه نهاد مسؤل وم. همداسې د افغانستان په کچه د یو قومي بنسټ چې په هغه قومي بنسټ کې د ځوانانو په برخه کې ډېرې ستونزې لیدل کېدلې، د هغه مسؤل وم د هېواد په دننه او خارج کې، او برحاله په نیمروز کې اوسېږم. دلته یم د تقریبا تر 10 کاله زیاته دلته کورنۍ دلته او خپله مې زده کړي د افغانستان په بېلابېل ولایتو کې مې اوسېدلی یم او خپل زده کړې مې زیاتره د کابل کې وي. ښه، راځم دې ته چې زما پلان په راتلونکي څه وي. موږ تاسو پوهېږئ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي. که د ځوانانو په برخه کې فکر وکړو نو واقعا چې ستونزې ډېرې لرو. زه یو شی چې لکه تېر 2 کاندید صاحبانو چې مخکې په دې تړاو خبرې وکړه، زه نه غواړم چې ځوان موږ د وکیلانو سره وتړو یا د لوړپوړي چارواکو سره وتړو، ځکه چې دا موږ تجربه کړې. که ځوان په تمه کې اوسي، په تمه کې پاتې کېږي او هغه ته کار نه کوي. زه چې څه غواړم هغه دا ده، د تېرو 1909 اوس 9 د 10 کاله په تجربه کې د ځوانانو ستونزې چې مو درک کړي دي د هغې لپاره عملا کار وکړم. هغه به دا وي چې خپله په ځوانانو کې ظرفیت سازي وکړو، د ځوانانو ستونزې وپېژنو او هغو ته د حل لارې چارې برابر کړو. دې کې زه پلان داسې لرم چې ځوانان په 2 برخو باندې وویشم. یو هغه ځوانان چې برحاله په زده کړو باندې بوخت دي او یا فارغه سوي، یو هغه ځوانان دي چې په ټولنه کې چې زموږ تاسو په ټولنه کې متاسفانه چې اکثریته برخه هغه ځوانان دي چې دا اوس د زده کړو څخه بې برخه دي، محرومیت شته، اقتصادي ستونزې شته، امنیتي ستونزې شته او نور. د دې لپاره موږ څه کولی سو؟ دویمه مسله دا ده، لکه څنګه چې استاد صاحبانو ویلي چې نیمروز د افغانستان یو ډېر لیر لیدلی ولایت دی. د ګاونډي هېواد سره پر پوله زموږ غږ په ډېر مشکله مرکز ته رېږي، زموږ غږ په ډېر ستونزه باندې مرکز ته انعکاس ورکول کېږي.
د لس کاله په تجربه کې چې برحاله په کابل کې اوسېدلی ما د ځوانانو په برخه کې چې د افغانستان د قومي بنسټ د ځوانانو مشر تیر سوی ما د افغانستان په 28 ولایتو کې د ځوانانو سره اړیکې برحاله سته همداسې کم زون سره چې نیمروز ولایت تړلی په هماغه زون کې برحاله زما ښه قوي اړیکې سته ځکه چې د هماغه ځوانانو سره ما برحاله وخت تیر کړی دی. زه غواړم چې که چیرې په دغه برخه کې ما لاره پیدا کړه همدغه ستونزې د زون په کچه او په عین زمان کې مستقیم د مرکز سره د نیمروز ستونزې مشکلات حل کړم او دې ته پاته نه سمه چې زه د وکیل صاحبانو ته او یا د بل چاته ځوانان په تمه پرېږدم. هغه څه چې ډېر مهمه دی موږ ته دا دی چې د ځوانانو ستونزې دي یا ځوانان فارغ التحصیله دي دندې نه لري یا ځوانان نورو ته په تمه دي او یا دا مشکلات متاسفانه چې زموږ په ټولنې کې یو بل شی چې ډېر په یو عناني ډول باندې ګرځېدلی هغه قومي سمتي ژبني تعصبات دي. اولین شرط به زما د مبارزې دا وي چې زه به د نیمروز په کچه او د زون په کچه به قومي تعصبات د ځوانانو په کچه له منځه وړم ځکه دا ځوان دی چې ټولنې ته بدلون رامنځته کولی سي. دا ځوان دی چې د ټولنې یو فکري یو قوي فزیقي قوت دی چې اوس باید موږ د دې څخه ښه استفاده وکړو ښه کار دې څخه واخلو. موږ ته هغه وخت ټولنه خرابېږي چې موږ په خپله جغرافیه خپل هیواد په کوچنۍ برخو باندې وویشو ګویا کې زه د دې قوم یم ته د دې قوم ته د دې سمت یې زه به ستا لپاره دا کار کوم دا ستا امتیاز دا زما که چیرې په دغه برخه کې په نیمروز کې زه وکولی سم چې دې ته لاره پیدا کړم اولین شرط به زما دی چې موږ به ټول سره په ګډه مبارزه کوو هلته به د یو افغان تر کلمې لاندې به کار کوو. آقای عنایت الله نوابی تشکر از صحبت‌های شما. شنوندگان گرامی یک مسئله دیگر هم یادآور باشم مهمانان عزیز آقای بیدار جناب استاد بیدار چون کارشناس برنامه هستند میتونن نکات قوت و نکات مثبت و نکات ضعف را هم یادداشت بکنن چون برنامه سازنده هستی که ما جوانان را کسانی که در شورای عالی جوانان خود را کاندیدا کردن در اینجا حضور به هم رسانیدن و دفاع میکنن از پلان هایی که دارند از او اهدافی که دارند و طرحهایی که میخوان در آینده اونا را پیاده بکنن. من حیث عضوی از شورای عالی جوانان میخوایم که استاد من حیث کارشناس برنامه بعضی از نکاتی که اونا لازم دیدن را مطرح بکنن در جریان دفاع کاندیداهای عزیز ما که در اینجا حضور دارند. و اشتراک کننده بعدی ما کاندیدای بعدی ما آقای محمد محمدی تقاضا میکنیم که تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. جان پدر کجاستی که تو بی صدا هستی اشکم اما نمی دهد جان پدر کجاستی. سلام و درود بر روان پاک شهدا. با کسب اجازه از هیئت محترم کاندیدان گرامی بینندگان و شنوندگان عزیز بنده محمد محمدی یک تن از کاندیدان شورای عالی جوانان می باشم و بنده در بخش های معلمی وظیفه انبیا است ایفای وظیفه نمودم و در بخش های نهادهای مدنی و مؤسسه ها ایفای وظیفه نمودم. چون وقت کم است بیشتر می پردازیم به برنامه امروزی. قبل از اینکه از جوان صحبت کنیم بیایم ببینیم جوان کیست و خصوصیات جوان چیست. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است ترجمه: خداوند متعال هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده مگر آنکه جوان باشد. همچنان میتوان گفت هر کسی که دارای صفاتی چون انگیزه بالا، شادی و شور، خلاقیت و نوآوری باشد در هر سنی که باشد جوان است. چنان که جوانان رکن اصلی و نقش اساسی را برای بهبود وضعیت کشورشان را دارند باید توجه خاصی به قشر جوانان داشته باشیم تا وضعیت کشور بهبود یابد. جوانان افغان ما
با یک یا دو مشکل مواجه نیستند، بلکه با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کنند. این مشکلات چنان دامنگیر جامعه شده است که رهایی از آن حتی یک جوان را کاملا ناامید می‌سازد و آرزوهای پاکشان را به ناامیدی تبدیل می‌کند. اما با آن هم جوانان افغان با همه مشکلات در عرصه‌های مختلف دستاوردهای خوبی داشتند، ولی دولت مردان کار بنیادی برای جوانان انجام ندادند و بنده میخواهم پل ارتباطی بین جوانان باشم تا بتوانم مشکلات را همانطور هست بدون کدام سانسور به گوش مسئولین برسانم و بهترین تصمیم ها و برنامه ها را پیشکششان کنم. به شما قول خواهم داد نمیگذارم دیگر از جوانان سوء استفاده کنند و جوانان را بازیچه خود قرار بدهند. به شما قول میدهم که امتیازات حقوق جوانان را دیگر نمیگذارم نادیده گرفته شود، به خصوص جوانان ولایت نیمروز، جوانانی که آب نبود آب شور نوشیدند، هلاک شدند، مهاجر شدند، با هزاران مشکل با مهاجری دست و پنجه نرم کردند و میخواهم به حیث یک جوان در شورای عالی جوانان میخواهم تعصبات قومی را بشکنانم و صدای عدالت و حق را به اهتزاز درآورم. بنده دیگر وقت شما را نمیگیرم. تشکر از توجه شما. آقای محمدی یک تن از کاندیداها در شورای عالی جوانان که صحبت‌هایشان را ارائه کردن. میتونین آقای محمد تشریف ببرین. و آخرین کاندیدای ما محترم ثریا محمدی هستند. تقاضا میکنیم از خانم محمدی که تشریف بیارن و صحبت‌هایشان را ارائه کنند. سلام و خوش آمدگویی خدمت تمام حاضرین در تالار، بینندگان محترم، کارشناس برنامه، نماینده محترم ریاست اطلاعات فرهنگ و کاندیدای محترم. ثریا محمدی هستم، یکی از باشندگان ولایت نیمروز، فارغ التحصیل از رشته حقوق پوهنتون هرات بخش قضا و سارنوالی. تجربه کاریم قبل از اینکه به پوهنتون شامل بشه 2 سال معلم دولتی بوده در مکتب شهید نایید ولایت نیمروز. بعد از طریق بورسیه های اول نمره های ولایتی به پوهنتون هرات را پیدا کرد و بعد از در طول مدت تحصیل فعالیت های زیادی در ولایت هرات انجام داد، از جمله تبدیل کردن انجمن و یا کوپراتیو زنان به ویسا یا انجمن اقتصادی زنان که به عنوان مشاور حقوقی از اون معرفی شده بودم. دیگه اینکه در بخش سارنوالی ولایت هرات به عنوان کارآموز ماده 4 ماه کار کردم و بعد فعالیت‌های مختلفی از قبیل عضویت در انجمن ویسا، عضویت در مرکز صلح پوهنتون هرات و سایر فعالیت‌های دیگه که در دوران محصلی انجام شده. بعد از اینکه از پوهنتون فارغ شدم به عنوان ترنر ولایتی کمیسیون انتخابات ایفای وظیفه کرد و فعلا حال به عنوان یکی از اساتید پوهنتون خصوصی بارک ایفای وظیفه می‌کنم و همچنان کارمند یکی از برنامه‌های انکشاف دهات هستم. من به عنوان یکی از جوانان ولایت نیمروز که عضویت جامعه هست و درد جوانان میتونه بهتر درک بکنم، اهدافی که در راستای تحقق پیدا کردن آرمان‌های به عنوان ستون فقرات یک جامعه، به عنوان گنجینه یک اجتماع داره، این هست که ابتدا باید مشکلات جوانان از طبقات مختلف جامعه اینا باید ریشه یابی بشه. جوانان باید ابتدا به گروه های افرادی که با سواد و بی سواد تقسیم بندی بشه، به خاطری که افراد با سواد مشکلات های خاص خود داره. ما در قسمت بیکاری جوانای ما بیکاره و فعلا با لیسانس ها و با مدارک خانه خوشی نشسته. در قسمت افرادی که بی سواد خود شما میفهمه
مشکلات وجود داره، مثلا اینا در قسمت معارف جذب عالی ما پانتون‌های کورس‌های آموزشی، مراکز تفریحی، مراکز ورزشی خاصی نداره. تا حدی که به توانم باشه بدون در نظر گرفتن مسائل سمتی، قومی، لسانی که در نظر گرفته شده، صدای جوانان باشه و یک الگوی باشه به نسل جوان و نسل تغییرپذیر جامعه ما. تشکر خانم ثریا محمدی، یکی از کاندیداها که صحبت‌هاشون را ارائه کردن. مختصراً با وجودی که وقت فرصت داشتن ولی صحبت‌ها را در قالب 3 دقیقه و 17 ثانیه خلاصه کردن. ما به تمامی کاندیداهای حاضر در برنامه 5 دقیقه فرصت دادیم تا که آنچه که پلان دارن و طرح دارن و هدف دارن را مطرح بکنن در برنامه، تا که شنوندگان گرامی و شهروندان ولایت نیمروز هم بیشتر در رابطه با شخصیت ایشان، تحصیلات، تجارب و اهداف پلان‌های ایشان شناسایی و بلدیت نسبی را بگیرن. در این قسمت از برنامه ما چون صحبت‌ها و دفاع کاندیداها را از ما شنیدیم و هر کدام از ما صحبت‌هایی داشتن و صحبت‌هایی را ارائه کردن. می‌خواهیم که از جناب استاد آقای دیدار بشنویم که مهمترین مسائلی که در اهداف و طرح‌ها و پلان‌های این کسانی که من حیث اعضای کاندید یا کاندیداهایی که خود من حیث یکی از اعضای شورای عالی جوانان کاندیدا کردن، چه نکاتی را برجسته می‌سازند، چه نکات ضعف و قوتی را که آقای دیدار می‌خواهند مطرح بکنند در می‌شنویم. سلامتی میکنم و جوانای عزیز خود و افتخار میکنم با حضور افسردان. ببینید معیارها برای خواهد نماینده یک قشر مهم حساس از جامعه باشه، چی خصوصیات باید داشته باشه؟ نکته اولی که نماینده جوانان باید صدای رسای جوانان باشه، قدرت افاده درست، بیان خوب داشته باشه، طرز تکلم درست داشته باشه، ادبیات ژرف و عمیق داشته باشه، پختگی لازم سیاسی را باید داشته باشه، اگر نداشته باشه طبعا وسیله و ابزار قرار میگیره، متعهد باشه، جوانی که هر قدر تحصیل کرده باشه اما متعهد نباشه باز هم آنچنان نمیتونه کارا باشه. و همچنان جوانی که از خود دارای ایدئولوژی باشه، دارای دیدگاه باشه. اینا معیارهایی است که در قدم اول به ذهن آدم میرسه که یک جوان وقتی که میخواد نمایندگی از قشر مهم و بزرگ جامعه بکنه باید این خصوصیات داشته باشه. الحمدلله جوانای ما داره. طبعا یک تعداد از عزیزای ما هنوز او تجربه کافی را در چنین میادین به دست نیاورده. مطمئن هستیم که در آینده میتونه که درخشان باشه. ببینید من منتظر بودم که چند موضوع اساسی را کاندیداهای جوان ما مطرح کنه. در قدم اول شورای عالی جوانان یک شورایی است که باید پالیسی ساز باشه و استراتژی خلق کنه برای جوانان، برای از اینکه بتونه نقش جوانان در آینده افغانستان برجسته بسازه. از اون لحاظ باید این شورا استراتژی بتونه به وجود بیاره، بسازه. این یک بحث اساسی بود. حتی تا جایی که من مطالعه کردم و حتما انجام میشه، این شورا به ریاست جمهوری باید مشاوره بده در بخش جوانان. پس زمانی که شورا میتونه در چنین یک موقف قرار بگیره، طرح داشته باشه، برنامه داشته باشه برای ریاست جمهوری، میطلبه که جوانایی که به پختگی لازم رسیده قد علم کنه و نمایندگی را به دست بیاره. من امیدوار هستم که این جوانایی که امروز مختصرا ما یک شناخت کمی از اونا پیدا کردیم بتونه که اینمی اهداف به دست بیاره. نمیخوایم که نفر به نفر بحث کنم، قضاوت مردم میکنه.
جوانایی که باید رای بده اونا میکنن. بدون شک این شعور سیاسی را الحمدلله امروز در جامعه ما جوانای ما داره. بسیار نکات خوب در صحبت‌های جوانای خود دیدیم، بحث‌های بسیار خوب دیدیم، از تجارب خوب بعضی از اونا برخوردار است، دیدگاه‌های خوب داشتن، طرح‌های خوب داشتن و مسائل خوبی را که مفید بود و مؤثر بود اونا مطرح کردن. بعض تناقضاتی هم دیدم، اگر نام بگیرم بهتر است. دکتر صاحب عنایت الله نوابی یک شخصیت، ما چون تازه اونا به نیمروز آمده تازه متوجه شدم که یک شخصیت واقعا برجسته هستند، صحبت‌های خوب، تجارب خوب دارن، اما یک تناقض در دیدگاه از اونا بگویم دیدم. اونا از یک طرف در ساختارهای قومی فعالیت داره که کاملا برخلاف دیدگاه‌های جوانایی است که با روحیه ملی میخوان کار کنن. از طرف دیگه اونا ابراز داشتن و اذعان کردن که میخوایم با تعصبات قومی مبارزه کنیم. این یک تناقض است. امیدوار هستم که هرچند که ما در دوره جوانی لحظات به اصطلاح در آوان جوانی فعالیت‌های انجام میدیم که بعداً از اونا پشیمان میشه. ببینید ما دوست داریم که جوانانی که میخوان که در سطح اول مبارزه باشن اونا روحیه ملی داشته باشن، روحیه ملی داشته باشن و اینمی کافی است. در پهلوی از تعهد داشته باشه، در پهلوی از تخصص لازمه باید داشته باشه. از اون لحاظ چون از اول شما ابراز نکردیم و ما نگفتین که ما باید دانه دانه اینا رو یادداشت کنم، در وسطای را گفتیم، بازو منصفانه نخواهد بود که ما درباره دوستا درباره بعضیا چیزی بگیم بعضیا نگویم. در کل آنهای عزیز ما نکات خوب داشتن و موضوعات خوب را یادآور شدن و امیدوار هستم که کسایی که قرار است رای بدن انتخاب درست داشته باشه، و خصوص از خانم محمدی که طوری که دیده میشه اونا رقیبم نداره، حتما انشاءالله برنده میشه. در جامعه در طبقه نسوان نیمروز محروم است و بیشترم از دلیلش و علتش این است که خود طبقه نسوان نتانسته که پیش آهنگ شوه و بیا پیش قدم شوه برای رفع مشکلات، برای زدودن نارسایی ها و مشکلاتی که بر طبقه اوناس ولایت نیمروز است. از اون لحاظ بسیار خوشحال هستیم که چنین یک دختر شایسته و شجاعی را در کناری برادران میبینم و امیدوار هستم که نمایندگی خوب بتونه بکنه از جامعه نیمروز، از جامعه نسوان نیمروز. تشکر. و باز تاکید میکنم که آقای دکتر صاحب نوابی نکات خوب زیاد داشتن. من فقط یک نکته برجسته بود که در باز خدای نخواسته سوء تفاهم نشه، همگی دوستا عزیزای ما هستند و هر کدام به دیده احترام و افتخار باز نام میبینم. اون نکته را به خاطر از گفتم چون یک اصل بسیار اساسی مهم بود برای جامعه جوان ما، بسیار مهم است. تشکر از شما. تشکر. سپاسگزارم جناب استاد. شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا، در این قسمت از برنامه ما طوری که قبلا هم گفتیم در مقدمه برنامه سوالاتی می داشته باشیم از اشتراک کنندگان گرامی که در استودیو با ما هستند. ایشان اگر کدام سوالی دارن و پرسشی دارن از مهمانان عزیز میشه که همکاران ما مایک را در اختیار شهروندان ما قرار بدن و مختصرا سوال خود را متوجه هر کدام از کاندیداها میشه، سوالتان را مطرح بکنن و سوالشان را مطرح بکنن و بپرسن. خودم معرفی کنین و سوالتان را خدمت ما بیان بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر مقتدر یوسفزی ما د ایمارسیا د آرای ولایتي مسولیم. اول خو دا خبره خو زه ردومه چې څوک په قومي جوړښت کې کار کوي نو هغه باید قوم ته متوجه نه. موږ ډېر داسې خلک لرو، ډېر خلک لرو. زه خپله پښتون یم، ولې خدمات ټولو ته انجاموم. ما ته ټول قومونه د یو شی دي او دا خو یو پختګي ده، یو تجربه ده چې نوابي صاحب لري. بل د نوابي صاحب اولین نفر د کاندید چې د تعصب ته نه ویلې او بیا د نور کاپي کړه، بیا د نور کاپي کړه. زه به سوال وکړم د سروري صاحب نه. سروري صاحب په خپله بیانیه کې ویل چې موږ به ځوانانو ته د تقرر په رابطه باندې همکاري کوو. نو مخکې خو ویل چې تاسو اجرایي ناسته یې که نه، نو تقرر تاسو څنګه کوئ؟ او بله تاسې دا ویلې چې موږ به د ځوانانو رابطه د دغه سره ساتو، د وکیلانو سره. دې کې څه فایده ده د
کدام سوال دیگری هم دارین میشه که مایک بدین. بفرمایید خود معرفی کنید که سوالشون مصطفی سروری هستم، فارغ التحصیل از رشته حقوق در رشته قضا و سرانوالی. سوال ما مستقیما از جناب نوابی صاحب است که شما به عنوان کسی که مدت کوتاهی را هم در نیمروز سکونت داشتین، چگونه میتونین بدون ارتباط با وکلا و نماینده های مردم با همه اقشار و با همه جوانا ارتباط برقرار کنین، مشکلات را دریافت بکنین و از اونا را مشخصا و مستقیما در مرکز بدون کدام قدرت اجرایی حل بفرمایید؟ تشکر. سروری مایک بدین به صفحه پشت سر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام اعضایی که در تالار حضور دارند. بله. در ابتدا میخوام چند دقیقه فرصت در راجع به موضوع شورای عالی جوانان صحبت داشته باشیم. بله بسیار آقای بسیار کوتاه. بسیار خلاصه. شورای عالی جوانان طبق از نام موضوع مطرح است، کسانی هستند جناب درس هم فرمودن اینا مشاورین رئیس جمهور، یعنی 16 نفر از این کسانی که از 34 ولایت افغانستان انتخاب میشن در شورای عالی جوانان قرار دارن و اونا به اعضای کابینه و به خود شخص رئیس جمهور مشوره از مشکلات ولایت و دیدگاه اوضاع سیاسی افغانستان، اقتصادی در کل مشوره نیک و مشوره سازندهشان مطرح میکنن. بنان نیمروز یکی از ولایت‌های است که از ولایت‌های دیگر محروم است نسبت به ولایت‌های دیگه که سهولت‌های بیشتر به جوانان قرار دادن. اونا فضای سبز دارن، ما نداریم، فضای مطالعه دارن، ما نداریم و بسیار مشکلات دیگه که جوانان نیمروز دارن. سوال اینجاست اگر از جوانان ما به یکی از کامیاب شدن رای بردن، اونا چگونه میتوانند در سطح زون دوباره انتخابات میشه و از سطح زون یک نفر دوباره کامیاب میشه به مرکز؟ بنان جوانان هم باید این فاکتور داشته باشند. اگر از نیمروز کامیاب شدن چگونه میتوانند؟ از این سوال به تمام کننده برمیخوره. میشه مشخصا اگر سوال خودم این سوال به تمام کننده هر کدوم اینا باید همون به طرح ایراد ببرن. اگر جوان ما از نیمروز کامیاب شدن چگونه میتونن در سطح زون لابیگری کنه و اونجا دوباره کامیاب شن به مرکز تا بتوانن مشکلات ما رو برسانن؟ ما به زون میبینیم یا دوگانگی زون در سطح نیمروز چه حالی است. اگر به زون ایراد وابسته بشیم ما میبینیم دوگانگی اونا اکثر پروژه و سهولتایی که به جوانان مساعد میشه به ما نمیشه. اگر به کندار مساعد شیم دوباره این مشکلات هستن. بنان خواهش ما است اگر جوانی که رای میگیره باید بتونه به سطح زون دوباره کامیاب شد تا مشکلات ما به شخص رئیس جمهور و مسئولین مرکزی باشه. یک سوال و سوال بعدی که جناب شیرزاد سے و جناب سروری سے متوجه اینا میشه. یک جناب سروری صاحب اگر لطف کنید بگویید که چند سال با جوانان کار کردین، از دیدگاهتان با نهادهای مدنی کار کردین، تا حالا چه ظرفیت توانستین چه ظرفیت سازی جوانان کار کنید؟ و جناب شیرزاد صاحب شما هم در یک از ولایت همجوار نیمروز درس خواندید و شاید دیدتان بازتر است نسبت به جوانان نیمروز. شما تا حالا چه کار کردین با جوانان نیمروز و چه راهکاری دارین در آینده؟ و موضوعی که جناب محمدی صاحب یک سوال مطرح میشه این است که اگر شما کامیاب شدین در بخش ظرفیت سازی جوانان کدام برنامه و طرح دارین؟ تشکر. تشکر. سوال دارین؟ صفحه اول دست خود زیاد بلند کردن میشه که مایک برسانین به برادر ما. مختصر خود معرفی کنین، سوالی که مربوط به هر کدام از اشاره کننده. یک تن از جوانان ولایت نیمروز و همچنان یک تن از مهمانان برنامه امشب. سوال ما از خانم محمدی هستند که در صحبت‌های خود گفتند مشکلات را طبقه بندی می کنند و از بخش معرف و بیکاری و جلب و جذب طبقه بندی می کنند و به اینا رسیدگی می کنند. شما به عنوان یک نماینده در مرکز چه پلانایی دارین که بتوانید به نمایندگی از جوانان مطرح بکنین و پیش ببرین؟ بله بسیار خوب، تشکر. آخر دست خود بلند کردن، مایک برسانید آخر، چون برادر ما اصرار داشتن که مایک برسانید. برادر از خود معرفی کنین و سوالتان را مطرح بکنید.
یوسفزی هستم، یک تن از اشتراک کننده مناظره امشب. نخست عرض سلام و شب بخیری دارم خدمت تمام مهمانا و کاندید محترم مایی که در پنل حضور دارن. بحث سرزی ندارم که کدام کاندید شایسته است کدام کاندید شایسته نیست. حتمی و ضروری بنابر طرز العملی که حکومت در نظر گرفته مطابق معیار اکثریت دوستا و جوانان مطابق معیار بالاخره پیش آمده. مشخصا پرسش ما از تمامی کاندید صاحبای که بالاخره مشکلات در ولایت نیمروز زیاده. اولویت بندی شما چگونه هست؟ کدام مشکلات شما اولویت میدین و تلاش میورزین تا بالاخره به نحوه یا به شکل از اشکال همانطور که شما قوه اجرایی نیستین به شکل از اشکال به حکومت بالاخره پلان میدین، به حکومت پیشنهاد میدین، در جلسات حکومتی اشتراک میورزین. مشخصا تاسو په دې برخه کې څه کوم کارونه تر سره کوئ؟ مثلا موږ د اوبو ستونزه لرو، د برق ستونزه لرو، د تحصیلاتو ستونزې لرو، د بیکاري ستونزې لرو، امنیت نشته، زرګونه ستونزې شته. تاسو څه ډول دغه ستونزې لومړیتوب کوئ په دې برخه کې تاسو ټول ته معلومات وړاندې کوئ او په ضمن کې مشخصا ستاسو خپل پلان څه دی د ځوانانو خصوصا د ځوانانو په برخه کې ځکه چې دلته نیمروز د پلازمینه لري پروت ولایت دی زیات شمېر ځوانان دي چې بیکاره دي. تاسو مشخصا د ځوانانو د بیکاري په پار کوم پلان لرئ د حکومت لپاره؟ ډیره مننه. بسیار خوب تشکر. برادر بعدی ما سوال داشتن میشه. معرفی کنید خود سوال. به نام خدا خیرالله سالار هستم، یک تن از جوانان نیمروز. سوال ما برمیگردد به جناب سروری صاحب. سروری صاحب شما به ما وضاحت بده که طرح شما پالیسی شما در مورد انسجام جوانان نیمروز چیست؟ و یک سوال ما از خانم محمدی است که اشاره به بیسوادی کردم. ما شما در جامعه و شما دختران زیادی هستند که از سواد محروم ماندن و پالیسی و طرح شما در مورد بیسوادان دختران که در جامعه هستند چیست؟ همین دو سوال مختصر. بسیار خوب تشکر. مایی که به برادر ما بدن صف اول آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض و ادب و علیکم و ټولو حاضرینو ته، جناب استاد صاحب ته، کریمي صاحب ته. زما یو سوال دی د سروري صاحب ته. سروري صاحب د ځوانانو په باره کې وویل چې ځوانان پراګنده سوي دي. آیا تاسو په آینده کې وکولای شئ چې دا ځوانان به سره ټول کړئ او په څه شکلو په څه مثلا په کومو طریقو دوی پراګنده سوي دي او دا پراګندګي یا دا جدایي و دا چې دوی په طبقو ویشل سوي دي دا په دې کې د داخلي لاسونه دي خارجي دي څوک دي او په څه رقم ته داسې د پراګندګي سره کنټرول کوي او دا به د منځه ویسي. بل مې سوال دی شیرزاد صاحب څخه. شیرزاد صاحب تاسې وویل چې په آینده کې موږ ځوانانو ته کارونه کوو. تاسې په ځوانانو ته کوم کارونه تر اوسه نه دي سوي او کوم کارونه په پلان کې لري په آینده کې ځوانانو ته وکاس او که نه دي سوي په څه دغه ځنډېدلي دي، بل په څه معنا ځنډېدلي او څه دلیل څه وایي چې دا کارونه په تعلیق لیدلي دي؟ او بله موضوع چې شیرزاد صاحب ته مې دا ده چې د ځوانانو د پارلمان و د دغه شورا فرق به څه وي؟ یعنې تر ننه پورې هغه څه په فعالیت بیا جلا یې که به مشابه. او بله خبره مې دغه څخه بله خبره مې د شفافیت موضوع ده د محمد محمدي صاحب څخه چې دا انتخابات به څه رقم شفاف به وي که بله نورو انتخابات لکه موږ تاسې چې شاهدان یو چې ډېرې درغلۍ پکښې سوي دي او ډېر تقلبونه پکښې سوي دي چې دا به هم ستاسې په نظر هغه رقم وي که په در هغې شفاف وي. او بله خبر د ځوانانو څخه محمدي صاحب وویل چې څو استفادې سوي دي، کومې څو استفادې سوي او تاسو په آینده کې دوی ته څه رقم پلان لرئ چې ځوانان څه څو استفادې ونیسي او څو استفادې چا ځینې کړي دا څو استفادې؟ مننه. مجددا میریم روی پاسخهایی که مهمانان برنامه ارائه خواهند کرد به پاسخ کسانی که در استودیو حضور دارند و صحبت‌هایی کردن، سوالاتی که برادران ما از صف اول، صف دوم تا صف‌های آخر سوالاتشان را مطرح کردن. ما سوالات به کاندیداها گفتیم که سوالات را یادداشت بکنن و آنچه که مربوط به کاندیداها میشه اونا را مطرح بکنن و صحبت‌هایشان را در رابطه داشته باشند. بنابراین ما حتما در رابطه با این مسئله
به کاندیداها فرصت میدیم. بنابراین تقاضا میکنیم از کاندیداهای محترم که وقت صحبتشان را، وقت پاسخ به سوال را کاملا در نظر بگیرن و بسیار خلاصه در مورد سوالاتی که مطرح شده صحبت بکنن. در نخست مایک برای آقای سروری بدیم. صحبت‌های آقای سروری را در رابطه با سوالاتی که شده بسیار خلاصه. آقای سروری. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر صاحب در مورد تقرری و بعضی چیزا سوال کردن. دو تا سوال کردن. یکی هم رابطه، حفظ رابطه بین وکلا. خب ما گفتیم اول میخوایم جوانان رو جمع کنیم. یعنی جوانان ما میبینیم که بسیاری از جوانان ما به پراکنده. چطور پراکنده است؟ به خاطر قومیت، به خاطر حزب، نژاد، به خاطر این چیزا. ما میخوایم همین چیزا رو دور کنیم. یعنی ما امرای اینا بشینیم، صحبت‌های داشته باشیم تا این به حساب بیشتر، چون جوانیم ما باید درک کنیم که این چیز در خصوص تقرر ما چی میکنه. انسجامی که ما جمع کردیم بعد با هم یک صدا در خصوص تقرر شما میگم یک صدا میشیم، دادخواهی میکنیم. دادخواهی چطور دادخواهی میکنیم؟ میریم هر جایی که بفهمیم که همینجا مشکل ما داریم، ما همینجا دوستای ما، کسایی که واقعا این مشکل عمده یا ما یک جا شده صدای خودخور به حساب دولت محلی و مرکزی میرسانیم. بله بسیار خوب. در خصوص سوال دوم اینو که مطرح کردن، دوم اینا هم خب گفت، یک لحظه ببخشیم، حفظ رابطه بین وکلا. حفظ حساب شما گفتین که چطور میشه. ما از همی جا هستیم، ما رای دادیم به وکلا، ما هی وکلا رای دادیم. چرا باید صدا ما نشنوه؟ چرا ما نتونیم با اونا رابطه داشته باشیم؟ ما میتونیم خیلی هم راحت صدا خود پر به اونا برسونیم. بسیار تشکر آقای سروری. ما که به آقای شیرزاد بدیم در رابطه با سوالاتی که شده بسیار خلاصه، چون وقت برنامه اندک هست و در اخیر برنامه دیزاید بود. سوال دیسی خانه چې تفاوت پارلمان جوانان او شورای عالی جوانان چشته. لکه څنګه چې اول کې کریمي صاحب وویل پارلمان جوانان یو آموزشي سازمان دی، پکې ځوانان دي، تمثیلي دی، پارلمان تمثیلي پروګرام دی، ځوانان پکې ځي. نه هغه کارونه چې په پارلمان کې کیږي دلته دوی تمثیلي. پاتې سو شورای عالی جوانان لکه څنګه چې استاد صاحب وویل، بیدار صاحب، شورای عالی جوانان کار کوي د ځوانانو سره ګډ یو ځای پالیسي سازي کوي، پالیسي سازي کوي. نور توضیح وقت نسته چې توضیح ورکړم. یوسف زی صاحب ته سلامونه او نیکې ویلي، الله دې راوله ښه راغلی. یوسف زی صاحب اصل هدف د شورای ځوانان یا شورای عالی جوانان دا دی چې موږ وکولی سو یو د مشکلات د ستونزې د ټول شناسایی وکړو، د مشکلات ستونزې چې معلوم شي دغه مشکلات او ستونزې پر اساس البته مرکز کې دغه اول د زون په سات او د زون څخه بیا مرکز ته انتقال کو چې دغه مشکلات پر اساس راتلونکي د دې پروګرامونو جوړ شي، دا مشکلات مرکز شي باید حل شي. او اصل کار د شورای عالی جوانان دا دی چې پالیسي سازي کې باید په پلانو کې پالیسي سازي کې او استراتیژي کې باید موږ حکومت سره مرسته وکړو. دغه ضعف نقاط چې دي دلته باید دا معلوم شي او محرمیتونه باید معلوم شي، د خلک ستونزې باید معلوم شي، د ځوانانو ستونزې باید معلوم شي او دا باید مرکز ته انتقال شي او هلته به پکې کار وشي، تجزیه او تحلیل وشي او یو نهایي تر ریاست جمهوري ته ارائه شي چې د هغه پر اساس وزارتونه وسوایي چې خپل پالیسي او تر ټول برابر کړي. موضوع دوم، تشکر از جناب استاد صاحب. بله نشد که مدیریت زمان بکنیم، چیزی که مانده بود پالیسی بود، پالیسی این موضوعات نشد که بود مطرح بکنیم و تشکر میکنم از دکتر صاحب، بسیار گفت‌های جامع و کاملی زد و خیلی خوشحال شدیم و ناراحت. خوشحال به این بابت شدیم که داریم یک خواهر که داخل جمع ما هست
و کاندید هست و خیلی خوشحال شدیم که مشعلدار هست و بحث ناراحت کننده این است که چرا یک نفر و بازم خانم محمدی آغازگر ایرا بود. آفرین اینا و امیدوار ازی هستیم که اینمی زمینه باعث ازی بشه که خانم ها به عنوان نفوس 50% در سوال دیگه متوجه شما بود؟ کل ارتباطی اینمی موضوعات بود بس خاصی نبود. مشکلات زون ماند. مشکلات زون بسیار خلاصه. مشکلات زون همونطور که استاد اول گفت این قبل از اینکه شما سوال مطرح بکنید بیدار صاحب به این موضوع اشاره کرد. موضوع زون هست و نادیده گرفته شدن ولایت ها. خب طبیعتا یک بزرگترین چالش به پرارای کسی که از این فیلتر رد بشه و به عنوان نماینده شورای عالی جوانان از ولایت نیمروز به زون معرفی بشه، بزرگترین و عمده‌ترین مشکل از اویی است که چطور بتونه اونجا لابیگری بکنه و جایگاه حقی ولایت اونجا حفظ بکنه و بتونه که از اون فیلتر هم رد بشه و به عنوان نماینده زون معرفی بشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که سر این موضوع نیاز هست اونمو وقت تصمیم گرفته بشه که چی کار باید بکنیم، خاطر که خیلی کار مشکلی است چون تصمیم گیرنده نهایی زون هست و مبارزه با زون، مبارزه با کسایی که داخل زون هست به خاطر ازی که حقوق خود به دست بیارید و یا نمایندگی زون شما بگیرید یک کار مشکلی است. تشکر آقای شیرزادی، وقت شما. آقای نوابی بسیار خلاصه در رابطه با سوالایی که مطرح کردن پاسخ شما. بله. فرسوی تفاهم نسی اول باید استاد یادونه وکم دا سیده چې ما د یو خاص ادرس لپاره کار کړی خو ښېګڼې څه شي وه ښېګڼې دا وه چې د افغانستان په 40 ولایتو کې د هماغه ادرس ځوانان وه. ما چې یو قوي کار کړی دی د افغانستان په دننه او په خارج کې د هماغه ادرس استازیتوب مې کړی چې له خوشبخته په دې یم چې زه د افغانستان په دننه او په خارج کې زه ځان ته ځای لرم. په 40 ولایتو کې چې زه ولاړم هغه چهرې چې ما هېڅ نه دي لیدلي ولې د هماغه ادرس لپاره ما کار کړی دی او د ځوانانو ستونزې پېژني او نن زما لپاره د بریا چانس هم همدا دی که زه د نیمروز په استازیتوب باندې زون ته لاره پیدا کوم نو ما تر مخکې په زون کې ځان ته ځای جوړ کړی او ما په مخکې تر مخکې د تحصیل په ټوله دوران کې چې ما هم استازي کړې هم یې محصلي کړې او هم یې استازیتوب کړی دی. شاید تاسو خبر یاست د افغانستان د ځوانانو ستر ملي ائتلاف جوړ سو. هغه افتکار دغه بنسټ موږ پرېښی دی، هغه ایډیاز موږ سره چې د افغانستان په کچه مو 72 ټولنې نهادونه ځوانان راټول کړه. د افغانستان د ځوانانو ستر ملي ائتلاف مو جوړ کړی چې په هغه کې اولینه مبارزه زموږ د قومي سرحداتو مبارزه وه او په عین زمان کې د هغه ادرس چې مخکې ما یادونه وکړه زه غړی وم. دا یو غټه وړتیا وه. راځم د سروری صاحب موضوع ته. جناب سروری صاحب تاسو پوهیږئ هغه استازي چې موږ پارلمان ته استولی دي وکیل صاحبان هغه زموږ تاسو د ټولنې استازي دي. هغه که زه ورته وغواړو که ونه غواړو هغه زما استاسو ټولنې ته هغه مجبور و مکلف دي چې زما استاسو د حقوقو دفاع هغه امتیاز چې زموږ تاسو کېږي هغه باید موږ تاسو ته راوړي. که چیرې موږ هغه پړه چې موږ ته راجع کېږي پر دوی واچوو نو ځوان دلته استازیتوب بیا نسي کولی. زه غواړم چې وکیل په خپل اند باندې په خپل اندازه باندې په خپل هغه روابطو په خپل هغه هڅه باندې دې ولایت ته یو څه راوړي او ځوان د ادرس څخه زه ځکه وایم د وکیل سره وغواړو که ونه غواړو وکیل موږ تاسو په رایه باندې مرکز ته او د ولس کور ته معرفي سوی دی. دا موضوع. بل د محمدي صاحب خبره زون ته. جناب محمدي صاحب ما لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه زما پلان دا نه دی چې زه د نیمروز په استازیتوب باندې د ځوانانو څخه رالم که دا ځوانانو په ما باندې باور وکړي. زما هدف مرکز دی چون زه په دې باندې ډاډ یم که زه د نیمروز لپاره ټاکون ته نه یم د ځوانانو په خاطر. زه پوهېږم چې په نیمروز کې موږ څومره ستونزې لرو د ځوانانو په برخه کې بېلابېل ستونزې. که دا ټولې ستونزې نن په دې مای کې مطرح کړو دا یو ډېر اوږدمهالی پلان دی. 1989 کې ما پلان شروع کړی او نن نوي دی 10 کاله کې زه د ځوانانو سره څنګ په څنګ مبارزه کوم. هغه ځوانان چې ما پېژني چې مختلفو نهادونو کې په یو زمان کې زه په 3 نهاد کې په 3 ادرس کې ما کار کړی. استادي مې هم کړی، طب مې هم لوستی، وظیفه مې هم کړې او پنجشنبې او جمعه او د کال 3 میاشتې اخره ما ټول مبارزې ته ورکړي. دا مسله باید په وضاحت باندې چې تر څو ځوانان پوه سي. ځکه زون ته ما اوس نه کار شروع کړی که چیرې زه د نیمروز څخه زون ته په ټاکنو کې بریالی سم نو زما لپاره زون ته وساینه په دې ده چې برحاله زه هلته رایه لرم، هلته د ځوانانو سره روابط لرم، هلته د ځوانانو سره استدلال کولی سم، منطق کولی سم، ځوانانو سره هلته زما مخکې نه مخکې پېژندګلوي ده. ځکه خو زه
په دې باندې ډاډه یم چې زه زون ته لاره او مرکز ته لاره پیدا کولی سم. او په کابل کې مې هم د 10 کاله 8 کاله په تجربه اړیکې لرم تر وزارتونو، تر ځوانانو د افغانستان، تر ټولو ولایتو لکه مخکې د افغانستان د ځوانانو ستر ملي ائتلاف چې میول 2 ټولنې پکښې کې تاسو کولی شئ فیسبوک پاڼه باندې هغه ریسرچ کړئ، هغه زموږ فعالیتونه او زموږ څه ووینئ. هغه موضوع دومره راځم جناب یوسفزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې زما خپله طرح او پلان دا دی چې په لومړیتوب کې د نیمروز په کچه هغه ځوانان، هغه کدرونه چې دا اوس برحاله موږ تاسې په نیمروز کې لرو، اولین پلان زما دا دی چې دغه کدرو سره کښېنم په صلاح په مشوره. اولویت په لومړي ځل هغه ځوانانو ته ورکوم، هغه کدرونو ته ورکوم چې هغه برحاله دلته یو څه دي، د دوی سره په صلاح او په مشوره زه خپل طرحه جوړوم. هغه ایډیا، هغه پلان چې زه لرم هغه به دوی په اختیار کې کړم. دا ځوانان به هغه ځوانان چې اول خو به دوی په ځان باندې حاکمیت لري او په دې باندې ښه پوهېږي چې نوابي موږ نه تیر باسي، نوابي خپل پلان په موږ باندې جبري نه تطبیقوي. د همدې ځوانانو، همدې کدرونو، د همدو ظرفیتونو په صلاح او په مشورې سره به د ټولنې ټولې ستونزې د دوی مخ ته پرېږدم او د دې څخه به مخ ته خپل راتلونکی پلان جوړوم د زون په کچه. او دوهمه خبره برطبقه خبره ده، وکیل صاحبان زموږ استازي دي، هغه زموږ د کور خلک دي، زموږ استازي د مشرانو جرګې او یا د ولس په کور کې دي. څه چې موږ ته پکار ده، موږ ځوانانو ته پکار ده، هغه دا ده چې څنګه وکاله سو چې خپل ځوان ظرفیت، خپل فزیکي قوت، خپل فکري قوت په ټولنې کې د اصلاح لپاره ښه وکاروو. دا شي ته موږ تاسو ډېر اړتیا لرو. موږ تاسو له بده مرغه هغه عنعنات اوس په ټولنې کې خپل کړي چې هغه زموږ تاسو لپاره ګټور نه دي، لکه سمتي ژبني مخکې مسایل چې مې یاد کړ. اولینه مبارزه به زموږ د سمتي او ژبني او قومي تعصبات پر وړاندې. دومره غټه خبره چې زه غواړم یادونه وکړم هغه دا ده. بله آقای نوابی مختصرا روی پاسخ سوال برین چون بحث پاسخ این موضوع است. فرصت دادیم وضاحت از من خواسته باید وضاحت بدم. بسیار خلاصه. بله جناب یوسفزی صاحب موږ تاسو په ټولنه کې پیژو، دا پیژو چې د جغرافیې له مخې که موږ تاسو نیمروز وښیو نو اوبه مشکلات شته، د برق مشکلات شته. بله غټه ستونزه چې د یو داسې هېواد سره پوله پر پوله پراته یو چې د هغه سره مو تر ډېره بریده د اوسني دولت روابط ښه نه دي. یو شی چې موږ کولی سو چې د مرکز سره ځان وصل کو هغه یوازې د ځوانانو ظرفیت دی. تشکر. زه به ظرفیت لټوم. تشکر آقای نوابی. ما که برادر ما بدین آقای محمدی سوالاتی که مطرح شده را میشه که پاسخ بدید. که نامش از خداوند. سلام مجدد عرض میکنم. برادر من ظریفی صاحب گفتن اولویت بندی مشکلات. بگذاریم از جوانان، میگه مشکلات شما کدام مشکلات اول پیشکش میکنید؟ کوچک یا مشکلات بزرگ؟ وقتی ما بخوایم یک مشکل بزرگ که شما مثال هم دادید مثل آب نیوچینه، وقتی ما بیایم یک مشکل بزرگ به زونا پیشکش کنیم که بگیم بزرگترین مشکل جوانا یا ولایت ما همین مشکل آب، مثلا شما مثال داده آب نیست، ما اگه بیایم مشکل بند کمال خان بگیم، وقتی بند کمال خان ساخته بشه مشکلات کوچک به ترتیب خودشان حل میشوند، زمینه کاری برای زراعتی خودشان باز میشود. باید از آب که به ما بس میکنه، آبی که ما بخوریم از او استفاده کنیم، میتونیم با آن در کشت و زراعت کار کنیم. وقتی مشکلات بزرگ ما پیشکش کنیم روی برنامه بیاریم، مشکلات کوچک خودشان آرام آرام حل میشوند. مثل درجه دوم ولایت وقتی بکنیم ظرفیت سازی میشه، ایجاد زمینه سازی برای جوانان، کار برای جوانان، برای کسایی که فارغ میشه و بیکارن، برای آنها ایجاد کار میشه. و همچنین برادر من گفتن که آیا میخواد شفاف خواهد بود یا نبود، یا میخواهید شفاف میشه یا نمیشه پروسه. این پروسه از جوانان است و هیئت ها و ناظرین همه گفت جوانان است و وقتی که جوانان نتوانند یک برنامه را شفاف بسازن، ما هیچ وقت بعد گله از دیگه کس داشته نباشیم که چرا برنامه ها شفاف نیستن. وقتی ما خودمان بیایم در بخش خودمان بر خودمان ضعف کنیم، ضعف خود نشان بدیم که ما نمیتونیم یک برنامه جوان بیایم شفاف سازی کنیم، پس توقع بالای ما نمیتونیم داشته باشیم. و همچنان یک برادر دیگه ما هم سوال کرد که چطور میتونه از جوانان شورای عالی جوانان سوء استفاده کرد. همین که تصمیم های تو نمیتونی تصمیم در پروسه های ملی بدی و به تصمیم های تو در پروسه های ملی احترام نمیذارن، قائل نمیذارن، اصلا جوانان را در نظر نمیگیرن. مثل پروسه ملی صلح،
وقتی نذار جوانان گفتگو در گفتگو حاضر باشن، نذار از برنامه ها و پیشکش هایی که دارن از پیشکش های از اونا در نظر بگیرن، یک سوء استفاده شد. یک سوء استفاده از جوانان شد. جوانان آرام میشینن، هر چونا گفت گوش میکنن. نه، هر موقع ما در میدان نباید جوانان را بر کنار بذارن، باید در میدان اصلی جوانان باشن، چون که فردا آینده کشور دست ما و توست. پس ما و تو باید باز اونا تصمیم ها را بدیم، ما را بکشن در پروسه های ملی تا ما تجربه حاصل کنیم. اگر ما بشینیم یک جا و آنها بدن در تصامیم بالا کار کنن، چگونه ما پخته سازی میشیم؟ چگونه ما پخته میشویم؟ وقتی که ما در عمل نباشیم، عمل نکنیم. امروزه داریم جوانانی که از فارغی میشه از پانتون ها چی، ولی وقتی در زمینه عمل میاری تجربه ندارن. بهترین استاد، بهترین شاگرد، اول نمره صنف از فارغ میشه از پانتون ها. وقتی میبری در یک کاری، چون که بعضی در پانتون ها عملی درس داده نشده، در مجالس ها عملی کار نگرفته شده، هیچ وقت نمیتونه در همه ارگان خود موفق باشه، یا از همه ارگان شارت لیست نمیشه به خاطر تجربه کاری نداره. آقای محمدی، اگر سوال دیگری هم از شما کردن میشه که پاسخ ارائه کنید. دیگه سوالات برادران جواب دادم، ما باید خاطر که وقت کم بیدیم. خانم محمدی، سوالاتی که از شما مطرح شده را میشه پاسخ بدین، مشخصا از برادرانی که سوال کردن از شما. بر سلام مجدد. دو سوال متوجه شد. یک آقای سالارزه‌ای بود سوال کرد که در قسمت بیسوادی خانم های که از مشکلات و معضل های خیلی کلان هست که در سطح افغانستان، مخصوصا در سطح ولایت نیمروز که یکی از محروم ترین ولایت افغانستان هست وجود داره. بیسوادی دو عامل میتونه داشته باشه. خب یک عامل ای است که مثلا ما مراکز تحصیلی در مخصوصا در قریجات ولایت نیمروز نداره، یا در سطح ولسوالی ها به خاطر مشکلات امنیتی، یا مثلا استاد مثلا وجود نداره. این مشکل. دوم، در قسمت بیسوادی بحث عدم آگاهیه. آگاهی خود یکی از موضوعات مهم حکومتداری خوب به شمار میره. وقتی که یک زن، یک دختر از حقوق خود، از حق تحصیل خود آگاهی نداشته باشه، وقتی که خانواده ها از این آگاهی نداشته باشه که دختر از اونا باید بره تحصیل بکنه، پس باید در قسمت آگاهی دهی از اونا راه حل پیدا بشه. از نهادهای مختلف، ریاست امور زنان، ریاست اطلاعات فرهنگ، در بخش جوانان، کسانی که انتخاب میشه در این بخش، باید راهکارها، طرحها، پالیسی‌های به حکومت مرکزی باید بده که آگاهی دهی بشه. این مشکل آگاهی و عدم وجود آگاهی از بین باید بره. دیگه در قسمت ازی که در بعضی از قریجات ما، ولسوالی های ما مکاتب وجود نداره، یا در مرکز شهر ما مکاتب داره که اساتیدی هست که تخصص کافی در رشته‌ای که داره درس میده نداره و امی باعث دلسرد شدن شاگردهای ما در مکاتب میشه که باید در این قسمت با راهکارها، پالیسی های در نظر گرفته بشه که این معضلات از بین بره. سوال دوم این بود که مشکلات چی رقم شما اولویت بندی میکنه در قسمت جوانان؟ مشکلات باید طبقه بندی بشه. اول مشکلات هایی که ما به صورت عموم در یک جامعه داره که مختص میشه به تمام افراد جامعه، چی افرادی که جوانه، چی افرادی که نوجوانه، چی اطفال ما میشه، که مشکلاتی که مثل برق و بند کمال خان است، این مختص به تمام یک قشر خاص نیست، مختص به تمام افراد جامعه ما هست، عامه مردم هست. جوانان ما مشکلاتش رو چون ما نمایندگی اگه ما قبول بشه نمایندگی قشر جوانان میکنه، پس باید ابتدا مشکلات جوانان ما ریشه یابی بشه، اولویت بندی بشه. بحث بیکاری جوانان ما هست، بحث سواد جوانان ما هست، مشکلات صحی هست و سایر مشکلات دیگه که در عرصه جوانان در ولایت نیمروز وجود داره باید طبقه بندی بشه. تشکر از شما خانم ثریا محمدی، یک از کاندیداها که پاسخگویی را مطرح کردین. ما در این قسمت از برنامه، چون وقت برنامه هم تقریبا اتمام شده، به اتمام رسیده، ما صحبت ها را همراه آقای کریمی شروع میکنیم. این که در کل بگین که پروسه‌ای که روی دست گرفته شده در ولایت نیمروز در خصوص انتخاب اعضای شورای جوانان، این چند عضو فعلا انتخاب شدن یا اگر نشدن انتخابات به کجا کشیده شده فعلا در شرایط فعلی و چه وقت نهایی میشه و در کل در این رابطه میخوایم که صحبت های آخر داشته باشیم. سلام مجدد. در ولایت نیمروز اول اینکه چون ولایت دور افتاده و شما معلوم هست از مرکز یک مکتوب که روان میشه خیلی دیر میرسه از طریق پست، تا که مکتوب به ولایت نیمروز رسیده و پروسه را شروع کردند مدت طول کشیده و فعلا جریان داره
اولتر از همه باید واضح بکنم، باید میپردازم با موضوع رایگیری و رایدهی. یک تفاوتی که بین شورای قبلی و شورای فعلی وجود داره است که شورای قبلی مربوط به معینیت امور جوانان بود و شورای فعلی مربوط به اداره امور و ریاست دفتر ریاست جمهوری میشه. بنابراین تمام مدیریت شورای فعلی را ارگانهای محل در ولایت پیش میبره و مدیریت جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ در ولایت نیمروز فقط یک عضو می باشد و در این راستا همکاری داره. نظر به هدایت مقام ولایت بخش ثبت نام را پیش بردم با همکاری کمیته دیگر مدیریت. آقای کریمی در رابطه با این هم صحبت بکنید که چند کاندیدا فعلا شرایط عضویت را داشته، منتخب شده یا مثلا بر اساس معیارها فعلا گزینه شده تا اینکه انتخابات کاری میم روی بس میم. این بود شورای قبلی و شورای فعلی که ما تفاوتشان را گفتم. خب برمیگردیم به خود انتخابات از شورا. از اینکه ثبت نام از دیرتر شروع شد و یک و دو روز هم تمدید شد از طرف کمیته مدیریت و رهبری کمیته مدیریت. ما ثبت نام را دیروز ختم کردیم و امروز شارت لیست بود. شارت لیست فعلا 2 نفر از کسانی که کاندید کرده بودند در فرم ثبت کاندیدار نوشته کرده بودند که کارمند دولت هستند و یکی از شرایط کاندیدایی است که نباید کارمند دولت باشند تا بتوانند کاندید بکنند. بنابراین مستقیما حذف شدند و کسانی دیگه که شما امروز میبینید در اینجا حضور دارند اینا هنوز اسنادشان بررسی نشده، تحت بررسی هست و معلوم نیست که از این چند نفر چه کسای شارت لیست شوه و چه کسای شارت لیست نشوه. و همچنان کسانی که رای دهنده هستند تقریبا 797 نفر رای دهنده به شمول چند نفر کاندیدا رای دهنده ثبت شد و کسانی که از ولایت دیگر بودند، یعنی تذکرهشان از ولایت دیگر بودند، چون محل اصلی را در نظر گرفته بودند، سکونت اصلی را، طرز العمل در نظر گرفته بود، بنابراین رهبری کمیته و اعضای کمیته مدیریت تصمیم گرفتند که طبق طرز العمل پیش بروند و تعداد زیادی از جوانانی که در ولایت نیمروز سکونت دارند اما سکونت اصلیشان از ولایت دیگر بود هنا حذف شدند و برای فعلا حدود 730 نفر باقی مانده که لیستشان ترتیب میشه و تا 1 و 2 روز دیگه انشاءالله لیستشان ترتیب میشه و بعد از او تاریخ انتخابات مشخص میشه و اطلاعیه دوم داده میشه. در اطلاعیه تمام مشخصات ذکر میشه، محل انتخابات و اینکه چه کسایی میتونن که رای بده و چه کسایی رای پیدا کردن که از جمله کاندیدا تا جوانا برن برایشان رای بدن و کاندید مورد علاقه خود و 2 نفر رای پیدا میکنه به شورای ولایتی از مرکز ولایت. 2 نفر به شورای ولایتی رای پیدا میکنه که 1 نفر از طبقه ذکور و 1 نفر از طبقه اناث هست. همینطور از ولسوالی ها 2 نفر بعد از انتخابات رای پیدا میکنه و انتخابات دوم طوری که قبلا من در اول برنامه یادآور شدم، انتخابات دوم صورت میگیره و 2 نفر به مرکز معرفی میشه و کمیته مدیریت در مرکز یا شورای عالی مدیریت در مرکز تصمیم میگیره که از جمله 68 نفر 16 نفر به عنوان شورای عالی جوانان که هدف اصلیشان یا وظایف اصلیشان امو مشوره دهی به ریاست جمهوری است. تشکر آقای کریمی. در اخیر جناب استاد میخوایم صحبت های شما را داشته باشیم، به شکل کلی جنبندی بکنین که تا چه اندازه امیدوار هستین برای که انتخابات صورت بگیره و اعضای شورای جوانان، شورای عالی جوانان در مرکز برن از طرف قشر بزرگی از جامعه نمایندگی بکنن. این توانمندی ها را تا چند اندازه احساس میکنین و برای مردم ولایت نیمروز نوید میدین؟ تشکر آقای عظیمی عزیز. ما باید بگویم که امیدوار هستم که برگزار کننده های انتخابات بتواند درست با شفافیت و با سلامت انتخابات برگزار کنه و جوانای عزیز ولایت نیمروز بتوانند از بین جوانای شایسته کاندید مورد نظر خود برگزینه
اما میخوایم که پیام خود در آخر داشته باشیم چون بخش قسمت آخر برنامه است. ببینید ما نسلی هستیم که بالای کارکردگی یک نسل، دو نسل و نسل‌های گذشته خود منتقد هستیم. نقد میکنیم که نسل‌های گذشته چه تاریخی را بر ما رقم زده، چه نوع حکومتداری را کرده، چگونه زیستند در این مملکت. همه دستاوردهای تاریخی و همه بدبختی ها و گرفتاری ها و جنگ و به اصطلاح خانه‌بدوشی ها، آوارگی ها، اینها همه محصول کارکردگی و نتیجه کار نسل های گذشته ماست که ما جوانان نسل امروز بر کارکردگی اونا انتقاد داریم و نقد میکنیم. به این معنا که پس ما وقتی که نسل های گذشته را نقد میکنیم باید بیاموزیم، از درس های تاریخ افغانستان بیاموزیم، از گذشته افغانستان بیاموزیم، از کارکردگی از اونا بیاموزیم، از نکات مثبت از اونا که کمتر بوده بیاموزیم، از ناکامی ها و ناتوانی ها از همه فعالیت های گذشته های خود بیاموزیم. فرصتی که امروز ایجاد شده، من بیشتر به این خوشحال نیستم که و چندان امیدوارم نیستم که با ساختن شورای عالی جوانان تمام مشکلات جوانان افغانستان برطرف شود. نهادهای بالاتر که مطابق با ساختارهای قانون اساسی افغانستان است در افغانستان وجود داره، مثل خود پارلمان و نهادهای دیگه و خود حکومت، اونا خیلی میتونه بهتر و قویتر مشکلات جوانان حل کنند. شورای ملی، شورای عالی جوانان میتونه گفتم که پالیسی ساز باشه، استراتژی بسازه، مشاوره خوب بده برای حکومت مرکزی، اما اونا قوه اجرایی نیست. بحث ما این است که ما در حال تمرین دموکراسی هستیم. بیشتر از این که چگونه شورای ساخته میشه و چه کسای کامیاب میشه در این انتخابات، برای ما این بسیار مهم و ارزشمند است که ما فضا را ایجاد کردیم. حکومت ما، رهبری حکومت افغانستان فضا را ایجاد کرده که جوانای عزیز ما، نسل نو ما، دموکراسی و مردم سالاری را تمرین کنند. ما همین لحظه در حال تمرین دموکراسی هستیم. همین لحظه ما در حال تمثیل یک انتخابات هستیم. پس بهتر است که جوانی که میخواد خود کاندید کنه باید معیارهای واقعی را باید به دست بیاره. اگر نرسیده باید به اون معیارها خود برسونه. دوستایی که در اینجا اشتراک کرده لازم نیست که ما طرفدار او کسی که پشتو صحبت میکنه یا او کسی که بلوچی صحبت میکنه یا دری میکنه، اصلا ضرور نیست. اگر میخواین که تجربه تلخ نسل‌های گذشته دوباره تکرار نشه در این وطن، بیایم این تعصبات زیر پا کنیم، بیایم به منافع ملی بیاندیشیم، روحیه ملی را تقویت کنیم، دست به دست هم بدیم. ما همه افغان هستیم، همه ما به هر زبانی که صحبت میکنیم افغان هستیم، هر دیدگاهی که داریم افغان هستیم. از این لحاظ من طرفدار از این گپ هستم. اگر نکته را درباره دکتر صاحب نوابی که یکی از قوی ترین کاندیداها بود گفتم، به خاطر محبتی که به او پیدا کردم این نکته را درباره از گفتم. بنابراین پیام آخر ما این است که ما در حال تمرین دموکراسی هستیم. با یک دید باز به این پروسه داخل شویم. هر کسی که رأی میده، هر کسی که خود کاندید میکنه، یک دید باز وطنی داشته باشین، با یک حس دلسوزی، با یک حسی که بتانن کار خود، رسالت شهروندی خود به شکل درست ادا کنیم. اگر ما از قبل سوالات جور کردیم که بر علیه فلان کاندید به این سوال بگوییم که او بند بمانه، این کاملا کار نادرست است. این کاملا کار. بنابراین دوست دارم که این تمرینات و این پروسه ها باز هم جریان پیدا کنه، در هر دریچه‌ای که میشه مسیر برای رشد و ترقی و پیشرفت جوانای ما باز شود تا اونا تمرین کنن، کار کنن تا خود به او پختگی لازم برسونن. سپاسگزاریم از شما شنوندگان و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون برنا و همچنین مهمانانی که در برنامه و در پنل با ما اشتراک کردن و حضور به هم رسانیدن در برنامه امشب. جناب محترم آقای حمیدالله کریمی، نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز، جناب استاد بزرگوار آقای عبدالهادی بیدار، کارشناس برنامه، محترم ثریا محمدی، یک تن از کاندیداها محترم با عرض معذرت آقای محمد محمدی،
محترم دکتر عنایت الله نوابی، آقای انجینر عبدالحی شیرزاد و همچنین وحید سروری که از جمله کاندیداهایی بودند که در برنامه امشب با ما اشتراک کردند. و سپاسگزاریم از کسانی که در استودیو با ما همراه بودند و سوالاتی را مطرح کردند از کاندیداهای امشب و حاضر در برنامه. تشکری میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدواریم که شما شنوندگان گرامی هم استفاده مفید را از برنامه امشب ما برده باشید. تا برنامه‌های بعد و تا درود دیگر، بدرود.